کسانی که کم طاقت و بی‌حوصله و منفعلن و زود از کوره در میرن، اینها نمیشه وصف بزرگی بهشون داد. اینا صاحبان دلهای کوچکن. انسانهای بی طاقت، بی حوصله، زود از کوره در میرن، عصبانی میشن، کم میارن، اینا نمیتونن مصلح باشن، اینا نمیتونن مربی باشن، اینا نمیتونن معمار باشن، معمار انسانی. اینا نمیتونن امام جمعه باشن. امام جمعه‌ای که فکر میکنه وقتی تریبون گیرش میفته باید مردم رو بکوبه، فکر میکنه که این منبر کوبیدن، مسائل شخصی گفتنه. و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. کسی حق نداره در خانه خدا روی منبری که خدا زیر پاش قرار داده جز تعریف و تمجید از و عظمت خدا و رسول خدا، دین خدا، چیز دیگه بگه.